الله تبارک و تعالی وقتی حق را نازل کرده همیشه حق و پیروان حق دشمنان زیادی داشتند. برای یک انسان مسلمان لازم است اول راهکارهای شیطانی دشمنان قرآن را بدانه و بعد در مقابل از اونها عمل بکنه. البته برنامه هایی که دشمنان اسلام دارن از ابتدا تا آل غالبا گاهی وقتا الفاظ تغییر کرده، مفاهیم یکی بوده. یکی از بزرگترین ابزارهای دشمن ای بوده که غالبا میخواستن مردم را از شنیدن و از رسیدن حق مانع شوند. از ابتدا مثلا شما وقتی سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم را مطالعه بکنین، ایرا میبینین که مشرکین وقتی توانایی مقابله کردن در مقابل استدلال‌های قاطعانه قرآن کریم را نداشتن و میترسیدن که مردم وقتی سخن حق بر از اونها برسه و قرآن بر از اونها برسه در مقابل از او تسلیم میشن و به ایمان میارن، تلاش میکردن با هر وسیله ممکن مردم را از قرآن دور نگاه بکنن. در روایات سیرت میآید که وقتی مشرکین از این حالت زیاد ترسیدن، در مسیر راههایی که به طرف مکه منتهی میشد، اونجا خصوصا در بعضی مراسم خاص مثل مراسم حج در اونجا واقع میشدن و هر کس که تازه وارد مکه میشد باز برازو میگفتن که متوجه باشین اینجا یک شخص به نام محمد آمده، دعوای دروغین پیامبری داره، متوجه باشین که اصلا گپ از او رو گوش نکنین، یک آدم بدی هست شده و شده. یعنی میخواستن مردم را از مطالب قرآن کریم دور نگاه بکنن. این برنامه را همیشه داشتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه هم همیشه از هر وسیله مشروع ممکن استفاده میکردن برای از اینکه پیام قرآن بر مردم برسه. حالا هم دشمن هم این کار را میکنه. یعنی شما خیلی موارد اگر دقت بکنین، کسانی که از مفاهیم قرآنی میترسن کوشش میکنن که قرآن را از مردم بیگانه نگاه بکنن و قرآن از مردم دور باشه، مردم از مفاهیم قرآن کریم را ندانن، چون اونا میفهمن وقتی یک نفری با عقیده قرآنی زندگی بکنه باز هیچ وقت در مقابل بدیها و زشتیها و مظالمی که اینها در حق جامعه بشری انجام میدن خاموش نمی نشینه. به این خاطر کوشش میکنن مردم را از مفاهیم قرآنی دور بکنن. پس وظیفه یک انسان مسلمانی هست که در حد ممکنش برای نشر مفاهیم قرآنی تلاش بکنه. این وظیفه‌اش است. یعنی دشمن میخواد که مانع شود بر رساندن پیام قرآن، وظیفه مسلمان می هست که اینا رو باید برسانه. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بسیار فداکاری کردن. یعنی حقیقتا به خاطر رساندن مفاهیم قرآن کریم خیلی سختی ها و مشکلات زیادی را تحمل کردن.